آخه اوکی شعل شهید شدم هیچ کار خلاصی نیه. کار میکنی تو؟ سلام علیکم ماما شاگور. نباشی جان شما جور خیلی خیریم. چه کار میکنی؟ اینجا جگاه کار میکنیم دیگه، روز خوشم میکنیم. چه کار کنیم؟ همین زمینا که با ما سیل میکنه دیگه مجبوریم. این کام شما نه؟ دیگه اینا ما هست ولی دیگه هم تا درختا به جمع مانه دیگه، خود شما خبر ندارین. به خدا زیادتر کنه. میگم منم تا دندون نگاه داشتی چه کار کردی؟ نه خبر نه زنگ نه دیگه چه کار کردی؟ ما برفتم به خونه گپ زدم. مادر اینا هم میگه خود اینا بشیشتم گپ زدم، خود خوار خو مادر اینا میگه ماما شاگور خیلی پیریه، او به درد دختر ما نمیخوره، دختر ما جوان نام خدا مال دیگه دختر ما تو به شما خیلی خوار ما تو به شما خیلی فرق میکنه ماما شاگور. یولا این چی گپه؟ تو پیر ما پیرم یک پیریمه بگه چی بونه داری؟ ماما یکه به پیری شما نیه، به خونه میگم ماما شاگور گوشای هم نمیشنوه. بابا جان گوشام نمیشنوه، یک هم گوشام دیگه چی میگی؟ دیگه چی بونه داری؟ بابا خور بگردم ما گپ زدم گفتم خیلی غمی نداره ماما شاگور مریضی و مزو گفتم ماما شاگور هم که هست کلی و مستقلی تو بری کل شده. بابا یک هم بیموی سرمه دیگه چی؟ بابا تو بگو تو دهن خواه کو که ما بگو همین پول. خوبه ماما شاگور خوبه باشه ما گپ میزنم. ای با شما که شما هم تاون میدین ما گپ میزنم، بلکه کار شما بزرگ خدا باشه ما که خود شما ماما شاگور. بابا تو از ما آدم بیچاره دیگه نمیبینی. خوبه باشه ما گپ میزنم. بفهمیدی؟ خواه تو به خدا بی ما بین پنبه میشه. خوبه باشه ما میرم گپ بزنم بابا خونه. بریم شما خلاصی ما به شما تا نمازدگر بخیر خبر میدم. خوبه ما دلجمع باشیم بریم. همه مسئله به سر پول همیته میدو که تو بگی بس. خیر بینیم ماما شاگور. میگو تا نمازدگر ما دلجمع باشم یک روشنایی میشه. ماما شاگور اگه تا نمازدگر نشد تا صبح، اگه تا صبح نشد تا پس صبح دیگه ما به شما دلجمعی میدم. خوبه ما به تو دلجمع. نورالله نمیته که من آدم میبینم آدم پولداریه. اگر میگه زندگی خوارت و خوش باشه همین جوانایی که میایم به می خونه ما به خسرونی به می خوارمه سال اگریپی پیشکش میدم. بابا این سال اگریپی هم از ای باخو میگه از گوشام کاره همی که مون ندارم ازی که پیر شدم 6 اگریپی انگار که 2 پیشکش میده. خب این بیتره دیگه از این که اینا بیام آدم به پیش میگم مثلا سال اگریپی یا 4 اگریپی تو پیشکش میدم. همین معامله ما خودی همین خوب جور در میاد. ما مگر خودی مادر خواهد دیگه گپ زنم میگم بابا کلا که بکنیم بریم راه کار خو. باش تو سیکه یک ذره علف به تعمیه خورنیه سالت او نداره من اشته کنم من چه کار کنم ای چی زندگیه ای چی روزگاریه مکو بوم مردم مکو بشعلیدم گوز ملک من نمیفهم چی برارداریه. سلام علیکم. و علیکم چی گفایی که جی جان پیاره هستی برا خیره بیا کجا میری خودت ترمز چای خور چای ببرم سردمینم. بیا جان بیا یار خیلیته با تو برارم نه خبره نه قطره نه دگی نه دگی چی گفایی برو غریبی کجا هستی که جی جان نمیشه تو برو لالا شما چیکار میکنی؟ همین تعلقون و معلقون پرتیم بیان میبینم که علف نداره سالت نداره من نمیفهم چی رقم زنده روزگاره داره چیکار کنیم که جی جان هر رقم باشه روز خوش تیر میکنی چرا کنه چوک میکنی جی بله چیکار شد دیگه برارم معامله ما چی معامله شما؟ همین که ما مثلا ما و شما برار ماله درست میگه ما و شما ما هم خیش خسروندار شیم خیش خسرون شیم خودی هم همین معامله ما چکار شد که جیز خبر حال خوشی به من میدیم نمیدیم همین دادگاه خور میدیم به من چکار میکنیم برار من چند دفعه که مادر میاره به خونه شما که خوب گفت میدنی لالا رو میدنی کنی ببینی مادر خوبو گفتم بمی برار خوبو گفتم بمی خوار خوبو گفتم امی خیشی ما و امی رمضان بشه
من دعوی خومیدم به رمضان هم دعوی خومیدم به من مو از اینا رشته و باکته میشه سر من به کوکه میشه سر رمضان هم به کوکه میشه همی که ما رمضان هم میشناسیم رمضان هم ما رو میشناسه از این رو دیرو نیم همه خیشی برابریه پینکسیهی بدبختی چی بگم ماما شاکل بخسته بیامده خبران بگیم که هر چی پول میده مدی برابر سه برابر تو دهن خونی رو لاوا کن من میندازم به پتو شکل من همی خوار تو رو بدم به من بدم ماما شاگل میگه بدم نه من اگه به شما درو کن بچه که پای بلم باری رسیده من به تو یک چیزی میگم خب هر کس میگه مگر همرنگ رو پیدا کنه و همدندون خب خوار تو که هست به من میایه خوار من به تو میایه ما و شما موخی کنیم نه پیشکشی به بین ما و شما نه همین چی عروسی ها خورم ما و تو هر دو تا خودی هم میگیریم مجلس و معوام و همه تو شراکت باشه نه مصرف بیجای لبیله شما میکنه نه اما تو خوار خود میده به من خوار خود میده به تو هیچ گفتی نیه برار آخه شما خوب میگه شما برار من نیولار نمیشنسین که با خاطر پول از زیر کوار چپا کنه وقت گپ پا پول نباشه از سر خود تیره میگه خدا و سلم مرغ میاد من داره هرچی ما بگم شاگل میندازه با دومن من پول مایم پول میتره اجید همه چیز پول نمیشه زندگی آدم آرامش به پول نداره نه به خدا خیلی آدمایه که خیلی سرمایه داره زندگی داره آرامش نداره خیلی همی آرامش و زندگی ما و شما از اینا بیتره من به می برار گفتم برار امی ماما شاگل که هست امال 70-80 کتن خوار مرد 20 ساله این دوستا به هم اشته میخورن خوب دم نواسی و میشه ماما شاگل یک میوه به سند 50-60 ساله باشه پیدا کنه به زو میایه اما نمیگم شما بگیم 4 روز دیگه امی ماما شاگل دندیه با بادمی عوارا میره نماز خوب خونه عبادت خوب کنه خلاص را خوب بره این زن مای چکا تو که آدم هوشیاری مادر تو فهمیدیه خوار تو فهمیدیه لالا تو برو به می مادر خو خوار خو اینا بگو این که نمیخدارم شما دلجمع باشین به خدا نیه مگر ما گمورم که ماما شاگل بیاید حدس خوار میگید مقصد اگر معامله ما و شما باشه تم سر تو به خونه تو میشه من بی جنجالتر هم هسته دلیه شما دلجمع باشین حال من به تو دلجمع باشون ما خودی مادر خودی برارا خواه رب میدونم میشونم برار کنی برار میفهمم صحیحه برارمه لالا یه اینگه که چای آوردم اوه بسم الله الرحمن شد که نانه چای دام که ای لالا با نانه کدو وقتا ما و شما نخورده نانه کن داری وقت سعی میکنی یا به سر همسا یا به چلیم کشیده یا نون پخته میکنه یا به خونه خوار خونه یک دم یک همینجی باشه یک پیاله چای دم کنه خلاص شل شدم لالا این زمین هم خلصینی هر چه کار میکنه نمیشه یک پیاله آوردی چرا لالا پیاله هم به خود خمی آوردی چای خوردی شما بخوری چای خوردی لالا 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 چه کنی من یک گپ میشنوم چی گپ لالا من نانه هم بگفت نانه میتای خانه بگری گومی برار تو نورالله خودی همی ماما شاگل مای خیشی کنه گفتم ایشته گفتن مای همی داده طور بده به می ماما شاگل گفتم ایشته مای بده آخه او آدم کمال نباشه 70 سال 75 سال سن دادونه این داده من 20 ساله به ماما نوروز میخوره گفتن برار تو ماما شاگل همی تابه اصاب خراب یک دم ماما نوروز میگه یک دم ماما شاگل لالا اصاب پیار آدم خراب میشه نه همی کاری ما این شما بکنی همی رمضان با همی داده ما خسرونه شما نمیدین ما این بریم با ماما شاگل که پای بلاب گر رسیده همین من نمیگم به شما بگیم به خاطر که ماما شاگل 4 روپی پولی داره رمضان لگک قدودتره باشه رمضان اعتبار از خدای داره ماما شاگل همون خدایی که به ماما شاگل داده به رمضان هم میده دل جمع باشین
این تلال خوب این به گوش شما خوب خورده باشه. اگه من زنده باشم، اگه من بمی سرا و بمی خونه و اخبار باشم، خوار ما باشه که من این کار نمیقدرم شما بکنید. میگم کلان به می سراکینه شما نه من اختیار خود رو مر کار دل مایم میکنم. هیچ اختیار من سودگی خوار خور مایم، من بدبختی خوار خور نمایم. شما ما بریم به مرد پیرمرد که به راه راست رفته داره با من بده باید رمضان به من چند پیشکش میده؟ 3 لک روپیه. ماما شاگل به من 6 لک روپیه 7 لک روپیه هر چی مستوشم میده. آخر رمضان که 50 سال همی خوار ما و شما هست ماما شاگل 90 سال اما دادی ما به جادی نواسی میشه. تو گپا میزنی بابا. ماما شاگل در شما ما به خاطر پول خوار ما بدبخت کنی. ماما شاگل در روز دیگه زندگی میراث و همه زندگی و به خوار ما میمونه. ما شما میریم با بیور میکنیم. آخه همون در پولداری همون در زمینداری که ماما شاگل داره رمضان داره. مدام رژیمیه داده ما خودی رژیمیه من رژیمیم بدن شما یک کسی مش من میگیره. که رزی باشم دادم کار نداره نانم کار نداره تو هم کار نداری هیچ کس ما اینجا کلانتری کرده نمیتونه. من به ماما شاگل خیل کردم خوار خور به ماما شاگل میدم. بله به من اگه زرده بدون نبردون این کار نمیخدارم بشه. این چایا شما ما رفتم نورالله اگر زنده بود دادر به ماما شاگل میده. از ماما شاگل تیره به خاطر به پول زندگی خوار خوش مایم. خلاص که پیرمرد یو مای داده ما خوش بگو داره. نمیفهمم برو شما به خاطر پول میکنی لالا این گپا را سر خوب اندازه. دیونه 6 لک روپیه اموال هیچی نشه. 4 جریب زمین دیگه میشه. زمینا ما و شما خیلی میشه. سودگی ما و شما خیلی میشه. بدبخت 10 لک نده 10 لک بیاره به دستمال بخداره به وسط ده با خدا و قرآن مگر ارمون و مشاغل به خاک ببره. پیرمرد 70 ساله که بند دست داده مر بگیره لالا ای به دل شما مرا خورده باشه. نورالله میگم بله لالا برای کار خوب مگر رمضان ارمون به خدا لالا به کلانتری خواهد فهمیدیم کلانتری کردیم خود تا خود نکردیم به خدا به جلوی شما که شاخ بدر کنیم بسته کن برای کار خوب. ما این که 4 روز زندگی کنیم 4 روز زندگی کنیم خوار ما سوده باشه ای بیا ما برای تو برای تو برای تو یا گوشاگیرو یارم دیگه به دستم چگه بیلد یه چور کردن زه کمال شهردار نخ داره. بیا میر گوشک گیری بیا نه چرکه بلکه میمیری بخیر. بیا میر گوشک گیری که بهوا کنم بیا. دیلر با خودی کابورداد خوب چرخه تار خود کلاوندی آداگه چی کار کنه رقیق چیزن جانجیر خیلیاتی یا راستی جانجیری شکر چیگه پایه خیلیاتی میگه ما چون شکر تو بخی پیش زدگی لگم خوب شتنی برای غریری جانجیر چی رقمه بشی اختلاط میکنه کجا بدی هیچ چیگی لگمی که بیامدم که من که به تو کار دارم با من؟ با گل بری با من کار داری یا این لگه به تحلفو بسته نمیگیدی چره؟ زن من دم میکنه نه نمیکنه مردم دم کردم هم دم میکنه چیر باشه این لگه ما نمیگه دم کنه بطرقه ها؟ امالی 60 هفته از یه ریپه تاون میشه ما میشه نمیتره بابا یا از من بیشتر خرج داره خوب این لگ ببین تو کجایی ببومه خیالم ببومه او دم همه سهرها به جوری ها تا جوری ها ما چون جوری میکندن گفتم ما برم که به صلاح برشته کنم دندونی کنم این لگ چه کو برارمه امی خودی امی ببو خوبشی گب زرفه چی بگم؟ بگو اثر امی خوان رو سر پا امی نو چیه؟ تو دیگه لگ بگو کسی روی دیگه که کسی تو رو بزنم گردن من امی پولا را تو میدم به شرطی برف کنی گیلا ای فکردن من باشه یک ریپینیه چی؟ تا کسی ما مال بندازی موشا جنگ میکنه بی آن این است تو به شرطی برف کن چه؟ برف کنی گیلا لکه اینو از من همه پولا لکه است تو برخش کن اینو چندیه؟ اینو 40 روپیه 40 روپیه بکشه دیت 20 کو خود 2 تا 20 40 روپیه 40 روپیه میشه 38 روپیه برو جو 40 روپیه میشه 40 روپیه
گیلک به ببو خوب بگو اثر را خون این که مثل پشخون ننیم پاره وسط یا حالا میچله برو زمین قد میی بقید طلب داری اگه پا مفتی تو نمیگیری لو کازمه او کو بگو ارستکی از تو ارستکی از تو زمین میی تشکر میی به تو خط بدون خوبه بس مار بغدا که دو کلمه بیامدی به تو بگی مرز کنی خرش شپرش نکن با مگه که گپ میزنه به خدا پولار پس از تو میشون راخ میگیرم چه میرم کار کنم بگو که جیجا برو به همین ببو مردنی خوچ میگو خوبه زنده بشی ها بگو ببو اثر پا همین خوار نورالله وخی ای به درد تو نمیخوره ای به تو زن نمیشه ای سبارت به تو دیگه پخته نمیکنه رخت نمیشوره ای گردن وکل پخپخه ای گندیه ای حیف نون دنیا که میخوره تیر باشه ای هم رنگ خود خواهمی تا بیوه میوی 70-80 سالی پیدا که به خان خوبت منال ببیم دیشب بگو چی بگو؟ عاشقم گو کاکا و برست 100 لگیفیه گو از دستم بره که گدنم بند باشه گفتک مگرم خواه نیلیلا رو بستنم یعنی یه لگنمی پولا پیارتونه که بران به نورالله رو همی به سر شاخ بلا کرده زید کرده که خدا و سال همی خواه خومه میدون به می ماما شاگون چی خیر دیده از این ماما شاگون نشو ببین مامادام میتنه گله جو اه. خودی ببو خود جنجال کن رجال کنم ها من بزنم قل مقاله کن من میگم همی که موها سر ببو خود پاک بکنم نه بابا بگو به خدا خواه نورالله بخونی تو نه تار موی به سرتون نگاه نمیداری شلیتیه بگو شلیتی تیر باشه برده خوبه اما برو می ببو خود سلت کنم گردن من باشه گیلک بیار چی میگی بگو از طرف مازاد تو چری پدگه بده کور تلنگ نبجو بلکه فت کنه گیلک به خاطر چیزی به بگو میکنی نه خود تو میگه تلنگ نبجو نه برو با خدا من با جو بفته دیگه اگه بالا آمد هرکی میسی بگو تقصبات مکو گیلک جو ما به تو دل جمع برو دل جان باش هماله برو هماله برو اگه ما به تو 4 تا چهری پیه دیگه ندادن اسم کو میگم تو بجو این دازمو اصلا فقط این نارنجی کو از برم این کار تیشه تو دیگه هر روز ما به تو پول میگم ما از تو خبر خوشیم هم برو خودی به بگو مقاله کو جنجال کو چه کسا که چی میگی آه او مای گیلک او مایه او میگه ازی که بگو تو زن کنی مرد زنده من این با نام خدا جوان شاخ سوری من شاخ شمشادی ها من تو کردن تو من شاخ گیلک شمشاد جو تو چی کم داری برارمه خیلی شاخ شمشادی هم برو گردن و من باشه جوری تو به می افغانستان نیه نه بابا او قراری کرده بگو مرد زنده تو زن نه چه کار به عاشق فکر شم. مشو قالی عاشق شو یا همی تا پیار ببی تو برا به تو بخسرونی خوبه چشم برو دیگه گیلک خب. اگه من دو تا شدیده که گرنگی به تو ندادم کرنجان تو که گل چند تا بیچی بیستی میشه خیلی بیستی میشه نه بابا برو یک دومن یک بوجی 16 بوجی بیستی میشه من تا وقت پیش که بشی خب خوبه تقص بادنم می بگیرم می بده مجا پیش تو پیش نمیگه نمی برو نمیفریشون گیلک ها سارا کابقزاده تو نمیفریشون ما بله من میرم منال خودی به بخو گپ میزنم برو نشکنه خوب فهمیدی او یودی بیایی دیگه خوبه تختی ما برو ایر به هوا کنون گیلک هم برا بکن خبر خوشی بیاره بابا آدم به می افغانستان ور افتاده که ما خواه خوبدیم به ما مشاغل مشت پیرمردی که این رو سبا میمونه میره برای کار خود طول داره دیگه به خود خود داره